دیگه چرا قایم شدی؟ بیا بیرون، خجالت میکشی؟ آخه سلام، من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چند شنبه در خدمت شما دوستان و این هفته میخوام یه چیزی رو بهتون نشون بدم که تا حالا ندیدین و خیلی هم دلتون میخواسته ببینید. منو توی یه وضعیتی میخوام. نه اون وضعیت نه اشتباه نکنید. من بدون کچلوار و کراوات با برنامه چند شنبه. فقط دیگه آبروریزی نکن دیگه، اینجا من دارم لباس عوض میکنم، اینجا رختکنه. برو الان میام تو زمین فوتبال. بود. ایران چی کارش میکنه؟ سوراخ ببخشید من وارد محوطه ورزشی و محیط ورزشی که میشم مثلا گلن جو میگیرتم. بچه‌ها با این توپا بازی کنید تا من یه توضیحاتی رو بدم خدمتتون. عرض کنم که دوستان ما در هفته گذشته برنامه چند شنبه مهمونمون سعید شنبه‌زاده بود، موسیقیدان و نوازنده و آهنگساز خوب کشورمون. ولی زیاد توضیح راجبش نمی‌کنیم دیگه، خب سعید شنبه‌زاده رو همه میشناسن دیگه. اما بعد از برنامه یه دفعه دیدیم خیلی عظیمی از دوستان اومده بودن زیر پست لینک برنامه نوشته بودن این کی بود؟ این از کجا بود؟ خیلی محترمانه بود، عاقلانه و فرهیخته‌وار و خیلی باشعور. ما هم گفتیم خب البته سوال شده بود برامون که این دوستان، این علاقه‌مندان که صبح و ظهر و شب بل هستن توی اینترنت و پای فیسبوک و اینستاگرام و وبسایت‌های مختلف، خب چرا نمیرن یه سرچ بکنن ببینن سعید شنبه‌زاده کی است، برن یه گوگلی بکنن، یه ویکی‌پدیایی چک بکنن، برن ببینن سعید شنبه‌زاده کیه. بعد یه دفعه گفتم خب راست میگن، حق دارن. یاد یه چیزی افتادم، یاد این افتادم که بله ما 2 دقیقه کلا سرانه مطالعه که هر کدوممون در سال نداریم که 2 دقیقه کلا سرانه مطالعه هر کدوم از ماست در سال میشه چقدر؟ 120 ثانیه. گفتم این 120 ثانیه رو اگه بخوان برن توی نمیدونم اینترنت بگردن ببینن سعید شنبه‌زاده کی هست، چی کار میکنه، نمیدونم از کجا اومده، بعدن اگه خدایی نکرده زبونم لال برن یه سوپرمارکتی بخوان یه شیری بگیرن، نمیدونم تونه ماهی بگیرن، قوطی لوبیایی بگیرن، بخوان تاریخ تولید و انقضاشو بخونن، چون اون 120 ثانیه رو مصرف کردن سر سعید شنبه‌زاده دیگه نمیتونن بخونن. اون وقت یه موقع تاریخ مصرفش گذشته، میرن خونه میخورن، زبونم لال این اسطوره ها از بین ما میرن. برای همین اشکال نداره شما وقت خودتون تلف نکنین، 120 ثانیه‌تون نگه دارین برای همون تاریخ تولید و انقضای محصولات مختلف و بیشتر از این نمیخواد مطالعه کنید. به گشت و گذارتون بپردازین در فیسبوک و اینستاگرام و جاهای مختلف. حالا مارک زاکربرگ و کسای دیگه که صاحب و تقریبا مدیر این کمپانی هستن بهتون حقوق نمیدن، ولی ان شاءالله یه روزی بیمتون میکنم براتون، سابقه کار محسوب بشه، براتون خوبه. این تبلت سونی رو به من بدین که من سعید شنبه‌زاده رو براتون معرفی کنم. سعید شنبه‌زاده آهنگساز خوب کشورمونه. از سن 7 سالگی به موسیقی علاقه‌مند شده و وارد این عرصه شده و کار حرفه‌ایش رو به عنوان موزیسین، به عنوان یک موسیقیدان در سال 1990 یا سال 1169 در جشنواره موسیقی فجر آغاز کرده که با اجرای بسیار خیره کننده جایزه اول جشنواره رو هم کسب کرده. از سال بعدش یعنی از سال 1991 سال 70 هم کنسرت‌های خودش رو آغاز کرده با ارکستر سمفونی تهران. اجراهای بسیاری رو داشته، بعد برنامه‌های مختلفی رو در جشنواره‌های خارج از کشور برگزار کرده، از فرانسه بگیر تا اسپانیا تا نیویورک و جاهای مختلف با موزیسین‌های بزرگی کار کرده. در سال 2001 وارد کنسرواتوار موسیقی پاریس شده و به فراگیری ساز ساکسیفون پرداخته. مبانی موسیقی جاز رو هم در موسیقی جاز رو هم در شهر پاریس یاد گرفته. دیگه یکی از نوآوری‌هاش تلفیق موسیقی جنوب کشور با موسیقی جاز هست و همینطور رقص مدرن با رقص جنوبی. به اضافه اینکه فعالیت‌های دیگه هم داشته، در فیلم‌های سینمایی هم بازی کرده هم آهنگسازشون بوده. فیلم گفتگو با باد بهرام بیضایی بازیگر نقش اول بوده، آهنگ فیلم رو هم ساخته. دیگه خدمتتون عرض کنم فیلم در محسن مخملباف آهنگسازش بوده. فیلم باران بومی رخشان بنی اعتماد هم آهنگسازش بوده. این سعید شنبه‌زاده بود که دوستان پرسیدن سعید شنبه‌زاده کیه. حالا این از سعید شنبه‌زاده عزیز دل من، دوست خوبم. حالا ان شاءالله بعداً هم یه بار دیگه دعوتش می‌کنم توی برنامه، هم برامون برنامه اجرا کنه، هم مفصل‌تر راجع به کاراش باهاش صحبت بکنیم. اما امروز من چون عاشق بازیگری ام، همینجوری داشتم گذری میرفتم سر کار، یه دفعه یه صحنه‌ای دیدم، یه اتفاقی افتاد. این هنر بازیگری من اینجوری قلقل اومد بیرون
ببینید شما ببینید مهمون دلیل اینکه من الان تو زمین فوتبالم هستم به خاطر همین اینه. مهمون برنامه این هفته اینجاست. ببینید. Hold on to it like that. Okay, good. Just like that. Good. Okay. بچه ها آماده؟ خیلی خوب. آقا تشریف بیارین. عالی عالی. آقا خیلی ممنون. خوبه. دست شما در نکنه. بفرمایید. دیر شد. خب بچه ها ساکت. حرکت. برو تو. برو تو. برو تو. خوبه خوبه. باریکلا. بگو. عزیزم من میرم باقالی بخرم. نه. ببین عزیزم دارم میرم باقالی. یه ذره مهربون باش با اون قیافه زمختت که نمیتونی اینجوری بگی عزیزم باقالی. یه ذره مهربون بگو. عزیزم من میرم باقلوا بخرم. حالا که انگار یه دختر 14 ساله داری حرف میزنی عزیز دلم. بگو یه ذره بین این دوتا، نه خیلی سفت نه خیلی شل. بگو. عزیزم من میرم باقالی بخرم. آقا بیا برو بیرون. پاشو. کام سر. یه خط میخوام بگیسم. پاشو. شما بشین. شما دیگه هنرپیشگی رو بذار در کوزه آبشو بخور. بفرمایید. میگی عزیزم دارم میرم باقالی بگیرم. عزیزم درنگ میرم باقالی بگیرم. باقالی بگیرم. چرا به من میگی سم تل اپ دیر اونم بالا رو بگو. بگیرم بگیرم. بگو دوباره. بگیر نه. بیا آقا خواهش میکنم تشریف بیارین بیرون. آقا ببخشید. سکن. شما اجازه میدین ما 2 دقیقه وقتتون رو بگیریم تو فیلم ما باشی؟ چی شده؟ قیافه شما محشره. خواهش من میکنم. دارم یه فیلم درست میکنم برای دهه 1920. بله. شما انگار که از فیلم 1920 اومدی بیرون. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. فیلم خیلی خوبیه بفرمایید. فیلم خوبیه؟ بله بسیار عالیه. فقط یه خط داری عزیزم. بشین شما. چی باید بگم؟ بگو عزیزم میخوام برم باقالی بخرم. بله. خانومتون اون بالا وایساده. جنایی فیلم؟ نه فیلم خیلی بسیار زیبا و سکسی. حالا این فیلم بسیار همون تیکه سکسیشو اگه بشه من بازی کنم. همینجاست. فقط بگو همینه؟ حالت سکسی بگو عزیزم دارم میرم باقالی بخرم. بله. میشه لطفا این کارو بکنین شما؟ بله خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنم از چه جمله عمیقی هم هست. فقط بگین. 1 به کجا باید بگم؟ به خانمتون اون بالا. بله چشم. 1 2 3 حرکت. عزیزم من دارم میرم باقالی بخرم. خدا حافظ. کات. عالی بود باریکلا. قربونت برم. تشکر میکنم آقا. شما تجربه بازیگری داری؟ والا بازیگری که چه عرض کنم، ولی من یه شو تلویزیونی دارم، یه برنامه تلویزیونی دارم به اسم یعنی اولین لیت نایت شو فارسی هستش به اسم چند شنبه با سینا. من خودم چند شنبه با سینا؟ بله. چند شنبه با سینا. اون دقیقاً نکته عمیق فلسفیشی که گذاشتم نامجهول، یعنی مجهول بمونه و پس مردم نمیدونن چه شبی پیدا چند نه میدونن. جمعه شب جمعه شب ساعت 10 من خودم هم اجراش میکنم. خیلی کارت عالی بود. قربون خوشحال شدم. تشکر میکنم. تمنا میکنم آقای مکس امینی. من شما رو الان شناختم از پیرهنتون. تشکر میکنم. بله تمنا خیلی معروف هست. بله پیرهن خیلی معروفیه و من یک دونه پیرهن دارم و 20 سال این پیرهن میپوشم. خیلی پیرهن. منم از همینجا شناختم، وگرنه از صداتونم البته شناختم. ناراحت نشین موقع بهتون بر نخوره. خواستم اگر اشکالی نداشته باشه دعوتتون کنم که یه مصاحبه‌ای هم با هم داشته باشیم. برای برنامه. بله برای برنامه همین چند شنبه. بعد چند شنبه پخش میشه؟ همون جمعه ها پخش میشه. پس با هم مصاحبه میخوایم بکنیم. بله اگه اشکال نداشته باشه. من برای فیلم شما یکی بدهکاری بله دیگه به هر حال قربون شما. تمنا میکنم. خواهش میکنم. بفرمایید. تمنا میکنین که با من مصاحبه بکنین؟ تمنا میکنم که در خدمت. خواهش میکنم. التماس میکنم. من تمنا میکنم که شما تمنا نکنین. بفرمایید. من شما تمنا میکنم. تمنا نمیکنم. بفرمایید. تمنا. بفرمایید. باقالی رو خیلی خوب گفتی. جدی میگی؟ یعنی اینقدر به زیبایی گفتی باقالی. ببین من تو عمرم کسی رو ندیدم بتونه با احساس درست باقالی رو بگی. سمبل من برای بازیگری، اسطوره من آلپاچینو بوده و من همیشه اونو دنبال کردم، مخصوصا توی زمینه باقالی. بله. خداحافظ شما. مسابقه فوتبال بین تیم من که به زیدان معروفم تو محلمون و
مکس امینی که اونجا داره با خودش میدوه و حالا صاحب توپ نمیشه. مکس امینی صاحب توپ نمیشه. دقایقی رو میگیرم که صاحب توپ نمیشه. حالا جدا از قضیه بازیگری من مصاحبه جالبه. ولی این آقای مکس امینی که اینجا میبینی الان داره لگد در توپ میزنه و دنبال اینو ولش کنی. مصاحبه رو ببینید الان بعداً صحبت می‌کنیم. خب مکس، حالا تو به جز کار کمدین و کارهای طنز که انجام میدی، کار کارگردانی هم از قرار انجام میدی؟ آره؟ همه کارا رو انجام میدم. کارگردانی، همه فن حریف، تهیه کنندم، گریمورم، رفتگر بعد برنامه، تا اینجا رو جمع کنم همه رو بزنم، بعدم رانندگی میکنم همه رو خونه. چی خوندی کلا توی دانشگاه؟ اگر UCLA که من به اصطلاح دیگریمو گرفتم توی همین کار تئاتر و فیلم. کارگردانی، بازیگری؟ از بازیگری شروع کردم، بعد تو کارگردانی تموم کردم. یعنی چند تا کورس ما میتونستیم به آپشن داشتیم که ماینر بگیریم. من اون کورس ها رو گرفتم که با کامراها آشنا بشم. مثلا شما این کامرایی که اینجا گذاشتین و اینجا سیستم عالیه. من اینجا خیلی دوست دارم. مثلا شما یه دونه کامرامن دارین، حرفن حریف 6 تا کامرا رو یه نفر داره میگرده. این هنره. بله. فقط هم تو ایرانیا پیدا میشه. دقیقاً. یک نفر میتونه همه کار رو انجام بده. هنر نزد ایرانیان است و بس. و همین الان این کامرامن اینجا واقعا نمونهشه. دقیقاً. ماشاءالله. ما بچه‌هایی رو داریم که کارهای دیگه‌ای رو هم مثلا یک تنه انجام میدن. یعنی هم نویسندگی میکنن، هم اجرا میکنن، هم تهیه کننده برنامه، هم دیگه خدمتتون عرض بکنم که بعضی وقتا همون کار شما رفتگری بعد از برنامه رو هم انجام میدن و الان نشسته جلو شما. سیستم ایرانیه دیگه. تلویزیون همه اینا تلویزیون هم مال خودشونه. دشمنم میزنن. بعد تلویزیون خاموش همونجا خونه شونه. شب بخیر. این منو یاد تئاتر انداخت. من اولین بار تو رو توی تئاتر از ماهواره با عشق دیدم، با بهروز وثوقی، هوشنگ توزی، نکار صادقان، خودت و دیگه کی بود؟ همین بودیم. یکی دیگه بود. شیلا وثوق. آره شیلا وثوق. شیلا جان ببخشید. عباسم شیلا. آره خیلی نمایش واقعا خوبی بود. خیلی خاطرهای خوبی من. خیلی جالب بود. خیلی خنده‌دار بود. و من تا حالا نمایش فارسی بازی نکرده بودم و اولین نمایشم با بهروز وثوقی بود که حقیقتاً خب اسطوره سینمای ایران، هنرپیشه محبوب ایرانی. برام خیلی اکسایتینگ بود که ببینم کارمون چجوری میشه و خیلی خیلی برای من تجربه خوبی بود. خیلی از آشنایی فیزیکی شما خوشبختم. جانم؟ این تعریف از راه دور شنیده بودم ولی از نزدیک لمس برای بشر مهمترین مسئله. اگر 70 میلیون ملت ایران نظر شما در رابطه با امینی چیه؟ خیلی سریع نقششو میگیره و این خیلی مهمه. ولی روز اولی که اومد شروع کرد یه چیز دیگه بود. الان نقشو پیدا کرده و فوق‌العاده است. یعنی به نظر من فوق‌العاده است. فکر می‌کنم اولین کارت بوده دیگه به صورت حرفه‌ای یا نه به عنوان حرفه‌ای داشتم کار می‌کردم اون موقع، ولی اولین نمایش ایرانی بود. من به اصطلاح من از گریجویت که کردم از UCLA حدود 35 تا تئاتر آمریکایی بازی کرده بودم. و روی من واشنگتن دی سی جایی که من مدرسه‌مو شروع کردم و تئاتر ایست کوست خیلی تئاترای قویه. وقتی که موو کردم لس آنجلس اینجا مدرسه‌مو تمام کردم، هوشنگ توزی از من خواستش که در تور اروپاشون و دبی باهاشون همکاری کنم، ولی من تا حالا شو فارسی ایرانی انجام نداده بودم. مشکل ملاحظ فارسی حرف زدن نداشتی؟ نداشتم، ولی یه تجربه دیگریه برای اینکه جوری که دیالوگا انجام میشه، جوری که حتی هر کارگردانی سیستم خاص خودش داره، ولی جوری که هوشنگ کار میکرد اینا برای من همه اینا یه چیز جدید بود. یه مونه از کلاه پشت میذاشتم، این که آفتابی میزدم، میرفتم پیتزا دیلیوری. بابا دیگه نمیتونم، معروف شدم. بابا من سلبریتی شدم. حالا
حالا تئاترایی که بازی کرده بودی توی آمریکا به زبان انگلیسی هیچ کدوم طنز نبودن یا بودن؟ هر دو بودن. هم میوزیکال بازی کردم که موزیک هست، میخونی، میرقصی، حتی نه که رقص مزلفانه، رقصای خیلی مثلا تپ دنس. تپ دنس من کار میکردم، آره، با کفشا اینا. بعد میوزیکال کار کردم. صدای من امروز گرفته وگرنه براتون میخوند مثل ابی. بله، حالا مثل ابی نه، ولی شاید مثل داریوش، شاید مثل گوگوش، نمیدونم کدوم. You got a really beautiful beard. No, really, you look like Ebby, the singer. Do you get that? People call you Ebby? Unfortunately, you don't. Boy. Drama. Let's see what happened. What didn't you like about Ebby? Bego, don't worry, nobody, he's not here. Go. Hold on one second. Everybody here, please don't tell Ebby, okay? What happened between you and Ebby? What happened? Were you singing and you turned off your music or something? Baba, shukhe, it's comedy. I know it's comedy. Please don't respect right now. Okay, please. Please don't do that. Like in the middle of the concert, Ebby goes, oh my God, that guy. Oh, Ebby into this. Hey, Baba, don't pesare uncha. You look like Max Amini. Unfortunately. مردی که مطرب بیشور. No, I don't look like him at all. I look like Hafiz the singer. I mean the poet, Hafiz, I'm a singer. Poor Hafiz. Hafiz is the poet, okay? See, من گفتم بگو دیگه. Come on, buddy. دارم یواش این چیکی. No, I won't tell anything. What are you afraid of? Abby's gonna come to your house. Dick. آقا این چه بحثشه؟ پشت سر من حرف میزنه؟ آی مردی که یه دروغ نگو. من دراما رو خیلی دوست دارم. یعنی فکر می‌کنی تو طنز قوی تری یا دراما؟ اولا فکر می‌کردم که تو کمدی. بعد جات خالی یه فیلم بازی کردم دراما، یه عربده کشیدم، فیلم برداری دوربین دستش افتاد. بعد گفتن که فکر نمی‌کردیم اینقدر تو عصبانی بشی. دراما ببین آخه فرقش اینه که تو دراما اکتینگ تو خیلی بهتر میتونی نشون بدی. یعنی واقعا کشیدن و شیکوندن و مثلا دقیقاً اون احساسای عاطفی رو اگه از درون احساس نکنی، اون بیننده‌ای که داره فیلمو نگاه میکنه میفهمه یا با اون حد به شما کانکت نمیشه. رو این حساب همیشه خودم به شخص مخالف یه همچین چیزی بودم، چون بیننده های عام وقتی که میخوام بگن طرف خیلی بازیش خوبه، دیدی چجوری عصبانی شد، رگای گردنی سر بیرون با لگد زد، مثلا میزو خورد کرد، خیلی بازیگر خوبه. خب اون سیستم قدیمی بود. سیستم قدیمی بود که عصبانیت رو اکت میکردن، از درون نبود. دفعه میگفتش که کجا رفته بودی؟ ولی دسته اول میرفت. کجا رفته بودی؟ نمیای دیگه؟ نه. خیلی فرق میکنم، ولی خب سینما رشد کرده. به هر صورت من فکر میکنم چه کمدی چه دراما بستگی به اون داستان داره. یعنی شما به شرطی عاشقی یه کاری میشه که میگی این داستان من واقعا دوست دارم، این کاراکتر اصلا بی‌نظیره، و وقتی اون احساس پیدا میکنی اون بهترین کاره. چه فیلمی بود اون فیلمی که بازی کردی؟ فیلم ایرانی بود یا نیومده؟ امسال 2-3 ماه دیگه میادش. آمریکاییه یا آمریکاییه؟ اسمش از بیان پارادایس. با کی هم بازی بودی؟ هنرپیشه‌ای هم که تو فیلم من آمریکایی هستن. من تنها ایرانی هم تو فیلم. در نقشه ایرانی یا در نقشه ایرانی که در آمریکا هست. و داد میزنه سر فیلم بردار بقیه برای بچه‌ها. مسئله ازدواجه. خب وقتی شما مسئله ازدواج حتما عصبی باشید. Ever lie to me? Don't you ever hit me again! Rosa! He knows.
دوستان یه بخش اون برای آبگونه با هم ببینیم. بخش اون برای آبگونه این هفته خیلی هم راجع به شرایط الان ماست، فوتباله، ولی یه فوتبال عجیب و غریب. ببینیم با هم دیگه، خیلی باحاله. Back, everybody. I'm the new host of The Tonight Show, and I'm here with Colin Farrell, Chris Pratt, and Frank Knuckles from The Roots. Frank, there you go, it's Frank right there. Knuckles. Now we're getting ready to play a 2-on-2 bubble soccer, and this is the last time we're ever going to play this on my show. I can't wait till this is over. It's refereed by my man Steve Higgins. Steve, you don't have to say anything. I'm good. As you can see, we're all wearing giant bubbles. The goal of the game is to score on your opponent's elevator here at 30 Rock in the hallways. We'll set a running clock at a minute 30. What? Oh my God. How about 30 seconds? I'm gonna die. I'm gonna die in a ball. Anyways, Colin and I versus Chris and Frank. No, me and Frank. Oh. Yeah. That's right. Sorry, Frank and I. So blue versus yellow. And let's get in position. Balls to the wall, you guys. Let's do it. Oh, balls to the wall. All right, clean game. Fight! Fight! Jimmy, you okay, Jimmy? All right. I can't get up. I hate this game. So physical. Oh my God, I'm shocked. Balls to the wall, gents. 30 seconds left. Ready? Yeah. Ish. I'm out of breath. I'm so out of breath. I'm gonna start smoking again. Oh no, this is like a gang. I hate this! How many seconds left? 9, 8, 7, 6, 5, 4. I hate that game so much. I don't care who won. My thanks to Colin Farrell, Chris Pratt, and Frank Knuckles. بکش گوشه. مکس بکش از گوشه بزن. از گوشه بزن تو اونجا بکش رو دروازه. از اونجا بکش. مصاحبه رو بقیش رو نگاه کنیم. منم الان میام. بازیگر شدن تا استندآپ کمدین بودن خیلی فاصله داره. معمولا اول میخوام بازیگر بشن، مثلا وارد سینما بشن، حالا یا بازی دراما یا کمدی، بعدن حالا یه چیزی رو در خودشون میبینن یا کشف میکنن میرن دنبال این کار. مال تو همینجوری بود یا از اول می‌خواستی استندآپ کمدین؟ نه بعضیا هستن که میخوان از اول ولی من از اول میخواستم هنرپیشه بشم. بعد که میرفتم دانشگاه و کار اکتینگ رو انجام میدادم، من یک کلاسی برداشتم به اسم امپروویزیشن، یعنی فی‌البداهه. خب بعد یه سری کارهایی انجام میدادن که هنرپیشه‌ها با هم جمع میشدن و با هم فی‌البداهه داستانی رو بازی میکردن و یه آدینسی نشسته اینا رو میبینه و کمدی رو شما همونجا میسازی. ولی چند تا المان داری، مثلا میگن کجایی، کی هستی و چی کار میخوای بکنی. این سه تا المان هم مثلا میگن شما یه پلیس هستین در شرایط مثلا جنایی هستین که مثلا یکی مرده، اینم مثلا قاتله، میفهمین که این مثلا هدفتون هم یه سناریو در میارین و اونو همونجا فی‌البداهه بازی میکنین. این کار خیلی دوست داشتم و هر دفعه که ما توی کلاسمون این کلاس امپروویزیشن رو داشتیم، وقتی من برنامه اجرا میکردم همه بیشتر دوست داشتن، همه میخندیدن و من احساس میکردم که واو من خیلی خوبم تو این کار فی‌البداهم. رو این حساب یک تابستونی که اومد من کلاس
یه عد دیدم توی روزنامه، اون موقع روزنامه بود، همه چی رو آیپد و اینا روزنامه اینطوری برق می‌زدم. رسیدم به یه عدی که نوشته بود کلاس استندآپ کمدی. این کلاس رو شرکت کردم تو آمریکا؟ تو آمریکا. و تو ذهنم این بود که خب این کار رو انجام میدم ببینم چه جوریه. ممکنه یه کسی منو روی استیج ببینه، یک کارگردان منو ببینه بگه واو این پسر بهترین هنرپیشه که دنیاست، برای نقش صادق اینو بذاریم بغل تام کروز خودشو منفجر کنه. و همین اتفاقا میفته مرتب. هر نقشی ما میدن الان مدلیستن میمیره یه جوری. ولی این که رو برداشتم اینقدر یه دفعه من تو این کار استندآپ کمدی اشتیاق پیدا کردم که دیگه همینجوری ادامه دادم و کار هنرپیشگی من ادامه دادم. ولی من همه به عنوان استندآپ کمدی میشناسن، برای اینکه بیشترینی که از من دیدن توی استندآپ هست. دقیقاً. خوشحالم که همینجوری دارم ادامه میدم و انتخاب نمیکنم، میذارم زندگی خودش انتخاب بکنه. یعنی من کار خودم انجام میدم، شوهای استندآپ هم میذارم، رو اکتینگ هم کار میکنم، سعی میکنم سناریوهای خوب پیدا بکنم. یه فیلمم خودم میخوام بسازم تا چند ماه دیگه. یه سناریو پیدا کردم، میخوام دوباره سیستم هم میخوام کارگردانش بشم. خودت هم بازی کنی، نقشه به عنوان یک کمدین خیلی آدم خوششانسیه. خیلی آدم خوششانسیه. چرا؟ چون مادرش ترکه، باباش اصفهانی. یعنی هر کاری بخواد انجام بده کمدیه. نه هر کاری بخواد انجام بده در زمینه طنز در رابطه با قومیت‌ها پشتش گرمه. میگه خودم بودم دیگه. نه خب فامیل خودم بودم. خب اصلا من با قومیت‌ها شوخی نمی‌کنم. یه چیزایی بگم. شما قومیت چیه؟ ما شیرازی در نظر بگیر. خب با شیرازی‌ها شوخی می‌کنم. برای چی آخه؟ شیرازی‌ها اتفاقا خیلی خیلی مهربونن. یعنی برای نسبت شما شیرازی‌ها، من چند دوستای شیرازی دارم، واقعا انسان‌های بسیار مهربونی هستند. مهمون نوازن. مهمون نوازیشون ما اصفهانی هستیم. راتون ندادن به دلیل همون اصفهانی بودنتون. اگر مشکلی فعلا هر چی سعی کردید دعوتمون بکنن هیچکی دعوتمون نکرد. من نصفم ترک نصفم اصفهانی. بله. I know. این نصف من با اون نصف من کلافه کردن. اصلا it's a commotion. مامانم ترک تبریزه، بابام اصفهانی. I know. It's really fun, like growing up in my house. You know, Eswani side, my dad is a jokester, and my mom is patient. Pretty much that's it. Like, huh? خیلی خسیس. خاک تو سر بنده. خیلی smart بودین شما. This is the best hackle I got ever. شما مال کجا هستین؟ شما که تنبل. شیرازی ها تنبل. ماشاءالله. شیرازی ها بغل تخت خوابشون یه صندلی دارن. بغل تخت خواب همشون یه صندلی که از خواب که پا میشن بعد یه چند ساعتی هم میشینن که خستگیشون در بره. فکر میکنن به کلسی اسمونی ها. ماشاءالله. شیراز که خیلی گله. شما گفتی اصفهانی هستین؟ دست دادی. اصفهانی نیستی شما؟ خیلی. حالا همه که پرفکت نمیشن که. انشالله که دوستان اینو گوش کنن و دوست داشته باشن، برای که این برای من خیلی مهمه. ما توی سیستم استندآپ کمدی آمریکایی الان که ما این صحبت رو داریم میکنیم، میخوام توضیح بدم که استندآپ کمدی چی هست. استندآپ کمدی خیلی با ارزشه. یعنی یک هنریه که در کشورهای غربی بسیار بهش احترام میذارن، برای اینکه یک کسیه که دیدگاه شخصی خودش رو در راجب مطالب مختلف توضیح میده و به عنوان کمدی این مطالب رو میگه و مردم میخندن. با دید طنز یه مطلبی رو توضیح میده که مردم میگن آقا بس دیدگاه سینا راجب چه سیاسی چه غیر سیاسی چه خانه هر چی راجب این مطلب اینه. و هر چقدر که شما مطلبت جالب باشه یه سری آدم ها دوست دارن طرز فکر شما رو. دقیقا. یه سری هم دوست ندارن.
درسته، ولی این طرز فکر سیناست، این جوک نیست. استندآپ کمدی این نیست که بیای بگی که یه روز یه اصفهانی مثلا اینطوری که یه شیرازی صبح خواب پا شد دوباره مثلا گرفت خوابید. نه مثلا منظوری که اینا جوکه. مال اصفهانی‌ها رو نگفتی، مال شیرازی‌ها رو گفتی؟ من داری توهین می‌کنی؟ نه من به ذهنم یه چیزی دیگه. دارم شوخی اسپانیا یه جوک اسپانی بگم، این جوک خیلی مثبته. اسپانیا میگن که اسپانیا خیلی فضولن، کلا کنجکاون، بسیار انسان‌های کنجکاوین. میگن که اگه شما قول بدی دیگه فضولی نکنی نصف جهان رو بهت میدیم. اسپانی میگه نصف دیگه اشو بکن میدین. اینا جوکای قومیه، یعنی جوکه. ولی من خیلی دلم میخواد که این کارو بکنم و دارم روش الان کار میکنم و اون این هست که همین استندآپ کامدی رو به فارسی ما بتونیم بیاریم و یک مطلب بسیار خوبی که خنده داره ولی دیدگاه شخصی منه و اینو روش کار بکنم که شاید جوانایی که کمدی رو دوست دارن یواش یواش این موومنت اتفاق بیفته که از جوک قومی بیایم بیرون و بیشتر کمدی رو بکنیم یه کمدی که ما بتونیم از خاطرات و از طرز فکر، اون چیزی که گفتی خیلی قشنگ گفتی، دیدگاه طنز با هم صحبت بکنیم. حالا میونه کلامت شکر و عسل و تمامی شیرینیجات اصفهان و تبریز و شیراز، چون صحبتاتم خیلی جالب و کلی داریم حال میکنیم و هم دارن لذت میبرن، یه فاصله ای رو، یه استراحتی رو بکنیم، در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. ما مخلص شما هستیم. بریم ببینیم. خیلی من بازیکن خوبی هستم در زمینه فوتبال، اما بخش پندگونه برنامه خیلی هم پرطرفداره. این قسمت هم راجع به سفر کردنه. ما همینجوری ماها وقتی میخوایم بریم مسافرت که همینجوری نمیریم که، کلی تغییر و تحولات و برنامه‌ریزی و چیزهای مختلف داریم که حالا من بعداً راجع به صحبت میکنم. اما همه چی از همون لحظه اول شروع میشه، از وسایل جمع کردن و سوار هواپیما شدن. ببینیم بخش پندگونه این هفته رو ببینیم که چجوری پندونه. نقل است روزی شیخ به همراه مریدانش جهت وکیشن عزم سفر نمودی و بیدرنگ بر فرودگاه در آمدندی. مسافرین محترم طهوران به مقصد پاریس، مسافرین محترم طهوران به مقصد پاریس، همین بر درگاه خروجی درآیند. من کاپیتان پرواز و خط هوایی طهوران ایرویز برای شما سفر خوبی را آرزو کردم. لطفاً از باز کردن در طیاره در هنگام پرواز، سوراخ کردن بدنه و همین کشیدن قلیان در موال طیاره جداً خودداری فرمایید. در میانه راه مریدان شیخ را گفتند که یا شیخ ما در کجای راهی؟ شیخ زیرکانه نگاهی به اطراف انداخت و فرمود این گونه پیداست که هنوز در میانه مرزهای طهورانیم. چندی گذشت و مریدان سؤال خود باز همین تکرار نمودند. شیخ چنان بار اول نگاهی به اطراف کرد و گفت اکنون بر فراز مرز همی پرواز کردندی. طیاره به پروازش ادامه داد تا بار دیگر مریدان بر شیخ در آمدند که یا شیخ همکنون ما در کجای مسیریم؟ شیخ نگاهی بچرخاندی و فرمود اکنون ما در نزدیکی پاریس هستیم و تا دقایق دیگر بر آن در آمدندی. مریدان از این تیزهوشی شیخ سخت برآشفتند و او را پرسیدند یا شیخ مگر تو را علم غیب هست که چنان از مسیر طیاره اطلاع دقیق داری؟ شیخ مریدان را گفت من نگاهی به اطراف انداختم و آن زن را دیدم که 4 قدش همین محکم بر سرش بود. فهمیدم که هنوز درون مرزهای طهورانی.
بار دوم دیدم 4 قد کمی شل شده و عقب رفته. دریافتم که بر فراز مرزها هستیم. بار سوم چون نگاه بر او انداختم بر سرش 4 قدی نیافتم. در آن زمان بود که گفتم به مقصد همی نزدیک شدیم. این گونه است که اگر مسافت مبدأ تا مقصد را همی بر 90 درجه تقسیم نمایید و در زاویه 4 قد ضرب کنید، خواهید دریافت که در کجای مسیر قرار داشتندید. این فرمول را فرمول نسبیت 4 قد شیخ گویند. همین مریدان که زیرکی شیخ بدیدندی عنان از کف همی دادند و جامه ها دریدند و خشتک ها برافکندند و نعره زنان راه بیابان در پیش گرفتند و در بیابان های اطراف پاریس مأوا گزیدند. نظر شما راجع به این نظرم اینه که 0-0 حالا ببین چی میشه. 0-0 برین حالا مصاحبه رو شما برین مصاحبه رو ببینیم، من برم یه 4 تا گل اساسی خوشگل بزنم، باز در خدمت شما هستم. یکی از نکات جالبی که خیلی اتفاق میفته حتی برای من و برنامه من اینه که مردم فرق بین توهین و طنز رو، یعنی مرزش رو نمیتونن ببینن. وقتی که مثلا یه چیزی رو تعریف میکنی براشون، اگر در رابطه با خودشون نباشه یا اگر مستقیما به یه نفر نباشه، حالا بعضی وقتا مربوط به خودشون هم نباشه، بازم ممکنه ناراحت بشن، میخندن و کلی هم حال میکنن به محض اینکه مثلا احساس بکنن که مثلا این طنز یا این شوخی یا این کمدی به مزاجشون خوش نیامده، شروع میکنن به حمله کردن که آقا برای چی نمیدونم مثلا دخترای ایرانی رو مسخره میکنی، چی میخوای از جون پسرای بیگناه ایرانی، نمیدونم برای چی هموطناتون. من فقط این نکته رو، حالا من به تو نمیخوام بگم چون تو میدونی، من به شما میگم که طنز در واقع یک موقعیت، یک شخص، یک حرف رو با نگاه قلف شده و تقریبا خنده‌دار بهش نگاه کردن میشه طنز، یا همون به سخره گرفتن همه این 3 تا چیزی که گفتم، یه موقعیت، یه شخص یا یک حرف، این میشه طنز. جور دیگه که مثلا طنز ساخته نمیشه که مثلا من از این مبله که نمیتونم طنز در بیارم که مثلا بگم این مبله یه روز داشت میره پاش گرفت به فرش خورد زمین در بهش گفت این فکر نمی‌کنم خنده، ولی مثل خنده دار تو هم خوشت اومد، ولی واقعا همین یه بار مردم میخندن، دفعه دوم بخوام تعریف کنم خنده نداره. این که بالاخره باید از یه چیزی طنز ساخت. این که میگن چرا مردم خودت، فکر می‌کنم تو هم با این قضیه برخورد کردی که میگن چرا مثلا ملت خودت یا مردم خودت رو مسخره میکنی. دوست دارن ملت دیگر رو مسخره کنی بیشتر، مثلا به مردم بخندن ولی به خودشون این نمیشه. این چیزی امکان برعکس نداره. قانون کمدیه. دقیقاً شما هر ملیتی راجع به ملیت خودش صحبت می‌کنه. ببینید ما در آمریکا نژادهای مختلف زندگی میکنن. یک کمدین سیاه پوست راجع به سیاه پوستاشو، یک کمدین سفید پوست راجع به خودش اگه بخواد بیاد راجع به سیاه پوستا صحبت کنه، خب اینو بهش میگن نژاد پرست و این خیلی بده. دقیقاً. همینطور که اگه یک سفید پوست یا یک سیاه پوست بیاد ایرانی ها رو مسخره بکنه، ما خیلی به اون برمیخوره، میگه تو چرا اومدی نژاد ما رو. ولی ما دیگه دوباره ببینید قشنگی کمدینه، ما اجازه داریم راجع به نژاد خودمون، به دیدگاه خودمون صحبت کنیم و دلیلش اینه که یک درس که به اصطلاح یک موضوعی رو من دارم مطرح میکنم به عنوان یک کمدین که عمق اون مطلب باید یه اثر به درد بخور باشه و برای همین استندآپ کمدی با ارزشه. و اگه که من راجع به ایرانی ها صحبت میکنم به خاطر که خودم ایرانی ام، اگه من راجع به اصفهانی ها یا راجع به ترک ها مثلا یه چیزی به خودم اجازه مثلا یه دفعه جوکر رو گفتم، به خاطر خودم هم خانواده مادری من اصلا بزرگ شدم، مثلا به توجیه خودم اینه که خب من که تو خانواده ترک بزرگ شدم مثلا جوک ترکی بگم و حق ندارم مثلا جوک شیرازی رشتی بگم مثلا. خب ولی بازم به نظر من فرق نمیکنه چون همه ایرانی هستیم و میتونن همه با هم دیگه شوخی بکنن. در واقع واقعیتش اینه که مردم با جنبه‌ای هستیم.
مردم با جنبه هستم. هستیم. درسته، چون من یک بار داشتم به این فکر می‌کردم که ما خیلی جوک راجع به قومیت‌های مختلفمون با همدیگه میشینیم میگیم و میخندیم و هیچ اتفاقی هم نمیفته. حالا یه تعدادی مثلا ممکنه بهشون بر بخوره، اتفاقا مردمون خیلی شوخ طبعی هستیم و جنبمون هم برای شوخی خیلی بالاست، ولی خب بعضیا ممکنه بهشون بر بخوره، عکس العمل نشون بدن که حالا ما که با هم صحبت میکنیم حقیقتا میگم من یه چیزایی رو من به عنوان یک انسان هرچی سنم میره بالاتر یه سری رشد فکری پیدا میکنم و میبینم که خب یه موقع یه فکری هم یه جوری بود، یه فکرم عوض میشه. ولی من حقیقتا خودم هنوز مشکل دارم که قبول بکنم که جوک قومی اوکیه. یعنی اینو از صمیم قلب میگم، من کمدین خیلی برام راحته اگه میتونیم از خیلی جهات توجیه بکنیم که اشکال نداره، ولی نمیخوام که آسون بگیرم برای خودم. دلیلش هم اینه که ببین شوخی همیشه ما اینو میگیم یه حدی داره. درست. در جوکای قومی بعضیا اون حد رو به جایی بردن که ببین مثلا یک بچه 12-13 ساله، من دارم اون ور قضیه رو میخوام برای خودم ببینم، وقتی که همه مسخره میکنن مثلا اون قومشو، اون جوکایی که با اون قوم میشه سنگین‌تر از کسایی که مثلا در یه قوم دیگه هستن، یه تأثیری میذاره و این بچه میخواد حس نجات پرستی و یه بالاخره یه قسمت منفی داره. اگر که انسان‌ها تا اونجایی که میتونن مسئولیت قبول بکنن و اگه با هم شوخی میکنن، اون شوخی رو در حدی باشه که در حد شوخی باشه، یعنی اثری نذاره به طرف که اون طرف یه جوری قلبش بشکنه یا ناراحت بشه که بهش که تأثیر بذاره، تأثیر بد بذاره تو شخصیتش، تو روحیه‌اش. خیلی حرف زدم ها؟ نه یه ذره دیگه بگم، یه تیکه دیگه میخوام بگم. بگو عزیزم. نه که الان واقعا صحبتمون خیلی خوبه، احساس میکنم. نه وقت داری، وقت داری، اون 30 ثانیه دیگه وقت داری. یه نکته نه بگو وقت داری. نکته 20 ثانیه اینم اینه که نه بگو راحت باشه، دارم شوخی میکنم. نه میدونم عزیزم، میگم دلیلی که کمدی میگن سخته و ارزش داره همین اینه، برای اینکه شما باید اینقدر رو مطلبت کار بکنی که کمترین آدم ها ناراحت یا مثلا احساس بدی بکنن. ما نمیتونیم همه رو کنترل بکنیم، ما بهترین کارمون رو ارائه میدیم و نمیتونیم هم به ساز همه برقصیم. ولی این هنر به خاطر این هنره که شما مطلب تو تا اونجایی که میتونی صیقل میدی که بیشترین مردم دوست داشته باشن و بخندن و کمترین مردم بتونن انتقاد منفی بکنن. Incredible confidence. And people wonder, especially our men, the confidence of a Persian man. And people like my American friends wonder, like, what did this guy, like you see the guy and you just look at him and go, he's not much. But the guy, he carries himself like he's the king of the universe. And the guy goes, I don't understand why Ghazanfar walks around so powerful. What is it about this guy? My American friends, they always say, what is it about you guys? You have so much confidence. And I tell them, I figured it out. It's because the way our mothers raised us from the time we were a baby, it was special than any other cultures in the world. We're the only culture, when the baby is born, the mother will drop the baby up and down and say, tala, 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 tala. It's an amazing thing. You know about tala, James? Say it. Let me see how you say it. Say tala. It means golden. Imagine the confidence is built with such an incredible repetition of positivity. Go. The baby is just born. His subconscious is empty. And the first thing that fills up that conscience is, I am a golden. And then you wonder, why is he walking around, hello, how are you, how are you, how are you? Why is an Iranian guy walks like this, how are you, how are you? Yes, I am here, how are you? Hassan, how are you, how are you, how are you? Because he got a gold.
ما با مهمونا یه بازی میکنیم آخر صحبت ها. خب به تو نمیگم چه بازی برات در نظر گرفتیم، میذارم در موقعیت قرار بگیری و ببینم چند مرده حلاجی. خوبه؟ من که عاشق گیمم. اینم اتفاقا یه چیز خیلی منحصر به فردی که مطمئنم تا حالا بازی نکردی. مطمئنم زیادم. من عاشق گیم هستی ولی هیچ وقت بازی نکردی. آقا گیمای من گیمی که من مثلا بازی کردم، ما نون بیار کباب بعد بازی می‌کردیم. خب تیله بازی توله چه می‌دونم اون که پس مال بچگی تقریبا حدود 35 سالیه که بازی نکردی کلا، چون اینا بازیایی که مثلا تو 5 تا 7 سال من ساله. اینقدر بالا نیست، یعنی نه برای 35 سال. بعد وقتی که ما گیم ما آتاری بود، ما یه دونه دکمه بود و یه دسته. الان 8 9 تا که من نمیتونم بازی کنم. منم آتاری دیدی جدیدن اومده، آتاری رو دوباره برگردوندن، یه خورده تکنیکی ترش کردن، تمام بازیایی که بعد این چق بازی‌ها رو می‌ذاشتی توش رو گذاشتن توش به صورت یه دونه هارد. خب و تمام بازی‌ها هست. آتاری هم همون ریختیه ولی دیگه جدید شده. هر چند تا دکمه داره؟ نه همون یه دونه دکمه است در نظر گرفتم واسه آدمای عقب افتاده مثلا. نه من عجب جالب. میگم این کاری که می‌کنی که گیم بازی میکنی خیلی جالبه. اگه که من حقیقتا میگم که شو تو رو من خیلی دوست دارم سینا جان و خیلی خوشحالم که یه نفر مثل شما تصمیم گرفته که این فرم کمدی لیت نایت شو رو بیاره و به فارسی انجام بده. اینقدر مهربون و اینقدر دوستانه داریم برنامه رو به پایان میبریم، اما بخش بازی برنامه من حالی از تو نه حال تو حال دقیقاً همه این چیزا که خوبه باید بگی. الان باید یه جوری بالاخره این آرامش روحی رو من به خودم برگردونم. اتفاقا بازی هم که برای در نظر گرفتم یه جوری اون تمامی فشارهای روانی رو خالی میکنه. خیلی عالی. برای شوی شماست، من مهمون شما، هر کاری هر گیمی داری بازی میکنیم. باش. ولی بدون گفتی که شیرازی‌ها مهمون نواز نیستن برای اصفهانی‌ها. آره برمیگرده. یه روزم تو میای هست می مهمون من میشی. اون وقت تو نشون میدی که اصفهانی‌ها مهمون نوازن. خب پس من با این دوربین صحبت میکنم. بریم بازی که برای این برنامه در نظر گرفتم رو با مهمون عزیزمون از اصفهان و تبریز دیگه تبریز امتحان کنیم ببینیم چند مرده حلاجه. من این کارم یا این کار است. خب رسیدیم به مرحله بازی مرگبارمان. هدفهای متحرک، چند تا از بچه‌ها که بهشون پول دادیم که بدو هم فرار کنن و من و مکس بهشون تیراندازی کنیم. خیلی خنده داره، خیلی وقتی که نه خنده داره، خنده دار نیست. خیلی خوب. پس بادکنک میذاریم، بادکنک رو نشون بدیم که فکر نکنن ما آدم‌های قاتل و بیرحمی هستیم. نگاه کنید همین مرگ بادکنک‌ها اسم این قسمت هستش. خب اینجا 8 تا گلوله داره مکس. 8 تا گلوله. 4 تاشو تو میزنی، 4 تاشو من. هر کی بیشتر بادکنک ترکوند اون برنده است. اول من بزنم یا تو؟ بزن اول. حال کردی؟ یکی دو تا. من می‌خواستم قرمز باشم. حالا با 2 تا دیگه تیر. چرا پرسپولیسی هستی؟ نه من گفتم چی لیورپولی؟ الان می‌خواستم قرمز بشم. خب بذار آبیه رو میزنم واسه که دلت نشه. قرمز رو بزنم یا آبی؟ سخت شد دیگه قرمز. قرمز میزنم. بعد رنگ خودت بزن. دیگه هاست دیگه قاتله. چجوری داره؟ ببین آسون باشه. خب من فکر میکنم من تقریبا مشخص اون یه تیرم نمیزنم. نه دیگه، چون اگه بزنم دیگه تو باختی. بذار حداقل تو هم 3 تا بزنی، بعد به فینال که رسیدیم تکلیفش رو روشن میکنیم. خدمت شما. تیر داره. ببین نفست رو که کاری نداری که. خب پس بده من تو. من حرف بزنم هر کدوم بخواد. It's very easy. باریکلا. فینال نرسید. سخته. تکون بخوره. فرض بگی تو قایق داری تیراندازی میکنی. قایق طوفانی
و یه اژدها داره به سمتت حرکت میکنه. باید بزنی. دیدی نشد؟ یکی دیگه داری. همچنان بذار این آخریه رو با همین وضعیت رو قایق بزنی. نه دیگه چرا حال نمیده؟ تو که الان با یه تیر دوتا نشون. نه میتونی. به جانت. نه خیلی ساده است. بزن. نه باور کن ساده. یه جورایی این باد میاد. فولش دادم. تو با 3 تا تیر 3 تا زدی، منم با 3 تا تیر 3 تا زدم. نه من چهارمیشم تو قایق بودم، یه قایق اینجا ما رو متحرک میکرد و که زده بودم مساوی. خیلی مساوی خوبه. راضی به مساوی؟ ما در تیراندازی مساوی هستیم. دقیقاً. ولی در طنز پردازی مکس استاد بنده است. ما در تیراندازی ایشون واقعا آدمکش حرفه‌ای. اصلا تفنگ ندیدم، من دفعه اولم با تفنگ الا تازه تفنگ ندیده بودی و این کارو، یعنی تو شناگر قابلی هستی، آب ندیده بودی. آره من شناگر خوبی هستم. واقعا شنا. من حیف این میارتیم تو آب الان. دمش گرم. کلی حال داد. قربونت برم من. تشکر. خیلی محبت کرد و آخرین باری که دارین مکس رو می‌بینین، چون 2 تا گلوله آخر رو من توی قلب خودم خالی میکنم به خاطر دلتنگی. خیلی خوب بود. و امروز این گیم که بازی کردیم حالا با تفنگ بود. دفعه دیگه یه گیم دیگه بازی میکنیم که از این خطرناک‌تر باشه. این زیاد خطرناک نمیشه. باد بودک زدیم ما. یه گیم بازی کنیم که مثلا اومدم من مهمون تو شدم، اون موقع میتونیم با هم دیگه مثلا با تانک بریم توی شهر و نه توپ و تفنگ و اینا نه، مثلا یه کار ورزشی. فوتبال مثلا ها؟ فوتبال حتما نه. اصلا نه. دمت گرم. خیلی حال داری. قربونت برم من همچنان در خدمت شما هستم. بریم ببینیم چیکار می‌کنیم. واره گل بیاین. خیلی گل قشنگی زد. باریکلا. ما بردیم ولی می‌خوایم به اون تخفیف بدیم بریم بیرون. خیلی بد مشخصه. خدمتتون عرض بکنم که ما همچنان در خدمت شما هستیم، اما مسابقه که همه می‌خواستن ببینن ترکیب آیفون چی میشه. آیفون بره من. این آیفون فردا ما قرعه کشی رو انجام میدیم. رأس ساعت 12 ظهر قرعه کشی رو به صورت زنده روی فیسبوک انجام میدیم. روی اینستاگرام و روی توییتر هم نتیجه اعلام میشه و شما میتونید ببینید چه کسی برنده جایزه این دوره شده. برای دوره بعد، برای آیفون بعدی هم از همین امشب این لینک برنامه امشب رو باید روی فیسبوک شیر بکنید، لایک بزنید و جواب مسابقه رو هم بدید. روی اینستاگرام لایک میزنید، جواب مسابقه رو میدین و یکی از دوستانتون رو تگ میکنید. توی توییتر هم فیوریت میکنید، ریتوییت میکنید و جواب مسابقه رو میدید. اینجوری اسمتون میره توی لیست قرعه کشی. هر 3 تا کار رو هم باید انجام بدین. یادتون نره ها. این اینستاگرام منه، این فیسبوک منه، اینم توییتر منه. این از مسابقه. یادتون نره. همین الان برنامه تموم شد برین شیر این کارهایی که گفتمو بکنید دیگه. دهنم کف کرد. خدمتتون عرض بکنم که تا الان دیگه مسابقه ما هم دیگه رو به پایانه. فقط خدمتتون عرض بکنم که ما باید ایرانی بودن خودمون رو ثابت کنیم با وقارت تمام و خالصیت جهان و به مدارج بالا برسیم. مدارج بالا بعد از فوتبال چیه؟ بعد از اینکه قشنگ همه عرق ریختیم و انرژی نهفته در بدنمون اینجوری آزاد کردیم، همگی با هم دیگه بریم چلو کباب بزنیم. مکس نظرتو بگو. من یه درس خیلی بزرگی امروز گرفتم برای ساکر. یه درس بزرگی گرفتم برای فوتبال بازی کردم تو دبی. اینه که خانم‌ها رو دست کم نگیرید. در بدترین شرایط چنان بلایی به سرتون میارن که تا آخر عمرتون یادتون نره. گلی خورد از یکی از خانم‌های بسیار صاحب سبک. رونالدینیه. گلی خوردم از خانومی که تا یه عمر داره به سینا گل میزنه. از زن من گل خورده. افتخار. گل که ساله گل خوردم.
bless you. آب گرم بخور تو. آب گرم اوکیه؟ room temperature? Yeah, it's fine. Thank you. مکس بعد از فوتبال نتیجه فوتبال بازی کردن با سینا اینه. اینطوری من راه بریم خونه. سینای مهمون نواز. به خدا ما گذاشتیم لایی گلم بهمون بزنه. یعنی ما در این حد مهمون نوازیم. ما کارهایی رو گذاشتیم. یه لایی به من چون بگیرین و خدا واسه ببینم. ما میخوایم یه تیم ملی خودمون تشکیل بدیم. تیم ملی کمدینا. تیم ملی کمدین اسمش میذاریم تیم بدنی. دقیقاً. تیم هنرمندا هستش. تیم کمدیانا. تیم کمدینا آره. چون آره دیگه تیم هنرمندا هست. پر از هنرمند. پر از هنرمند. تیم کمدین هایی که اصلا خنده‌دار نیست وقتی بازی میکنه. بیشتر گریه داره. باعث تأسف و گریه است. یکی میگه چشمات داره ابرو بالای هر کدوم کلی میشی شاکی ازش زود میکشی شمشیر بیرون حرف که نمیشه زد بهت شوخی و جدی هر کدوم جدی که جای خود داره شوخی و جوک هم هیچ کدوم هر حرفی که بها داره جایی زیر سوال داره شوخی میکنیم با همه پیر و جوون فرق نداره وقتی میشه نوبت ما جنبه میشه باد هوا حکمت این قصه چیه شوخی جای حرف نداره حالا سینا چند شنبه ها شوخی داره با شما ها اما فقط یه شرط داره این جمله رو یادت نره ما باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم ما باید یاد بگیریم شوخی رو جدی نگیریم کسی نمیتونه من اینجا نگه داره. هفته دیگه فرار میکنم.